کریستیانو رونالدو چرا با منسیتی گزارش انجام نداد یا بارسلونا و یوونتوس در بازار چی عمل انجام دادنی اند یا که با تقدیر ناروشنی هالند و امباپه چی می شود؟ از سوالهای اصلی هستند که برنامه امروزه ترانسفر در عمل با آنها پاسخ می گوید. با کل شما سلام، ما برنامه را آغاز می کنیم. همین تابستان بازار ترانسفری از گزارش‌های پرسر و صدا لبریز بود و نه کمتر سرآورده‌تر از اینها گزارش‌های احتمالی بودند که در میان آنها گزارش احتمالی کریستیانو رونالدو با من سیتی و پس از آنی که سیتی وقتی به دست آوردن کین امیدها را از دست داد، متخصصان این تیم اوید به گزارش‌ها توجه ها نسبت رونالدو کردند. یوونتوس باشد مقام‌های پیشین و خصلت‌های شهرت پرستی را در ماندن وظیفه‌ها به موسم نو را از دست داد و پرتغالی را ضرور آمد که جانب بیانکانری را ترک کند. با وجود این هیئت رهبری کننده یووه همچنین خواهش کم کردن سرباری در پرداخت معاش را داشته بود و از همین جهت هر دوی جانب‌ها منفعت‌دار در گزارش کریستیانو بودند. رونالدو که به سن 37 سالگی نزدیک شده و با وجود کم حرکتی در میدان بازیگری اندک تنبل مخصوصاً به توپ است و این احتمالاً به آن می‌رساند که رونالدو قریب که هیچ چیز به تیم گواردیولا پیشنهاد کرده نمی‌توانست. از وقت انجام دادن فشار مشکلی پیش می آید، چرا که رونالدو در کم فرصت ها به یگان بازیگر فشار می آورد. برای قیاس گابریل ژزوس در حساب میانه 30 حرکت فشارهای فعال در 90 دقیقه، فران تورس 12 از 4 حرکت های فشارآور انجام می دهد، در حالی که نشانداد رونالدو در این سمت تنها 6 از 7 حرکت فشارها می باشند. روشن است که اگر رونالدو را به صفت بازیگر سیتی پیش بینی کنیم، ستاد مربیگی را اصلاحات مکانیکی بازی دستاویز ضرور می آمد. در حساب میانه منچستر سیتی با تخم نگهداری شهرت خاصه داشته، در پریمیر لیگ انگلیا در موسم 2021 زیاده از 60% توپ نگهداری را در آمار داشت و این البته بسنده نیست که با کمبودی اصلی رونالدو در این راستا سازش کرد. در این صورت سوال به میان می آید که چطور سیتی رونالدو را به توپ استفاده می کند، ولی از جانب دیگر دلیل نتیجه آوری کریستیانو و مناسبت با آنکه حمله‌وران سیتی 20 گل بیش در موسم از سال 2018 نزدند، رونالدو برعکس نتیجه آوریش را با 20 گل و یا بیشتر از آن توپ‌ها را در دوام هر موسم از سال 2009 نشان می‌دهد. خلاص که نوابسته از صفت‌های مثبت و کمبودی داشته‌اش، کریستیانو رونالدو به نزد گواردیولا نآمد و اولترافوردی برایش محبوب را انتخاب کرد. ولی سوال این است، شما چه فکر دارید؟ آیا رونالدو خود را در من سیتی حاضر نشان داده میتوانست و یا کلی تحلیل‌های در بالا آورده شده قرار خود را نیافته؟ هر کس در فکر خود میماند و ما دیگر باره تاریخ پروعده‌ترین گزارش‌های سرشار از امیدهای عملی نشده را می‌دیدیم. هرچند که نسبت بهترین حمله‌ور پریمیر لیگ روسیه در موسم قبلی با 17 گل یا خود سردار آزمون دقت دستای اروپایی به مراتب زیاد شدن می‌گیرد، ولی نتیجه اخیر همان است که ما هر موسم آزمون را با پیرانهای زینیت در روسیه سرد زمستانی می‌بینیم. نوابسته از این نسبت فوتبالباز 26 ساله منتخب ایران توجه دسته‌های لیگ‌های برتر اروپا کم نشده و این نوبت بایر و لیون می‌خواهند آزمون را چون فوتبال بازی آزاد تابستان خریداری نمایند. هر دوی باشگاه میخواهند حمله‌ور 26 ساله ایرانی باشگاه زینیت را به دست آورند و این نوبت ممکن که آزمون وابسته به انجام مهلت شرطنامه در آخر موسم دسته نو اروپایی یابد. از روی معلومات ژورنالیست دانیل لانگا، گفت و شنیدها با هر دوی دسته عین حال در حال عملی شوی گزارش قرار داشته. با احتمالیت زیاد میتوان گفت که سردار آزمون اخیراً پس از 3 موسم پرآمار عبارت از 50 گل در 70 بازی ساحل‌های سرد دریای نیو را به یگان اقلیم گرماگرم اروپایی عوض می‌کند. بارسلونای بحرانی به مثال کشتی غرق شونده در بحر پرطوفان با مرام تلاش به عیاشی می‌کند و با نیت‌های جلب نیروی نو هرچی بیشتر زور میزند تا که در بازار به یگان کامیابی مشرف شود. این نوبت دسته زخمی شده کاتالانی پس از رفتن مسی و سوارز کلی توجه ها را با دروازه‌بان گرانادا لوئیس ماشیمیانو کرده است، چرا که مارک اندره تر شتگن هم در تابستان از این کشتی غرق شونده به سمت وطن گریختنی است. زیر نظر دسته لاپورتا آمدن دروازه‌بان گرانادا لوئیس ماشیمیانو این البته احتمالیت زیادی رفتن تر شتگن از دسته بوده. نمایندگان
تیم نیولوناری ها نسبت این بازیگر هنوز وقتی برآمدش در صف اسپورتینگ توجه داشتند. ماشیمیانوی 22 ساله به صف گرانادا تابستانی سپری شده بر عوض 4.5 میلیون یورو خریده شده. همچنین تیم پرتغالی 500,000 دیگر در شکل علاوه پولا خواهد گرفت. ولی اگر دسته لاپورتا خواهشی به طور دقیق خریداری نمودن این دروازه‌بان را داشته باشد، پس باید طبق نرخ معین شدهش 25 میلیون یورو بپردازد. این هم در حالی است که بارسا در زمستان برای ترانسفرات تنها 20 میلیون یورو جدا کرده است. اینتر میلانی به قول رسانه‌ها فروخته شونده از جانب چینایی‌ها بر ضمن از دست دادن بازیگران کلیدی همچنین دیگرها را با انجام شرطنامه‌شان از دسته گسیل کردن است که یکی از چنین فوتبالبازان ایوان پریشیچ میباشد. این خرواتی 32 ساله در تابستان می آمد چون فوتبالباز آزاد از اینتر می رود، چرا که جانب‌ها در مورد تمدیدکنی قرارداد به موافقه نرسیدند. خبر میدهد کالچو مرکاتو کام با اقتباس از خبرهای کاریرا دلا سپورت. در صف اینتر این نیمه حمایتگر خرواتی از سال 2015 اینجانی برآمد نموده موسم 19-20 باشد در صف باواریا به طور اجاره میدانداری میکرد. خود اینتر هنوز تابستان قبلی پریش را فروختنی بود، اما خودی بازیگر قرار کرد که تا آخر موسم در صف نراتزوری بماند. یوونتوس تورین باشد پس از آنی که از برای دوشان ولاخویچ، نفری که در موسم قبلی 21 گل در 37 بازی داشت و در این موسم الکی 4 گل در 7 بازی دارد، شرطنامه 5 ساله پیشنهاد کرد. این نوبت باشد در این گزارش دیان کلوسفسکی را به سمت برعکس روان کردن است. ما از همین بازیگر شوئدی و سرمربی دسته فعلی ولاخویچ وینچنزو ایتالیانو پسند است. بر علاوه روشن است که بعد رفتن رونالدو و نیافتن حمله‌ور قلای در روزهای به شمار اخیر بازارهای ترانسفری، یووه را چاره دیگر نماند جز تمرکز کردن دقت‌ها به دوشان ولاخویچ. از روی معلومات لاگازتا دلو سپورت ما از همین حمله‌ور منتخب سربیا دوشان ولاخویچ مقصد اولیه ترانسفری دسته اندریا انیلی بوده. با انجام شوی این گزارش میتوان گفت که بر رفتن مراتا از یوونتوس هم فرصت‌های اندک میماند. پس از آنی که محمد بن سلمان رسما خریداری دسته نیوکاسل یونایتد را به انجام رسانید، این سرمایه‌دار اعلام کرد که همه را می‌خرد که نشرهای ایتالیایی این را کامپراتوتی نوشتند. از جانب دیگر این به قول قهرمانی خوسه نیوکاسل را در بازار فراهم آورده. این تیم انگلیسی در ایتالیا به غیر از اشتیاق نسبت آنتونیو کونته شاهزاده عربی میتواند چشمها سوی بازیگران یوونتوس فردریکو کیزا و ماتئیس دلیک، دفاعگر اینتر میلان استفان دوری و نیم حمایتگر میلان فرانکسی نماید. از بازار اسپانی باشد نیوکاسل میتواند حمایتگر بارسلونا کلمن لانگله و فیلیپ کاوتینیو را گلچین کند. اشتیاق عربان نسبت این فرانسوی 26 ساله از جانب نیوکاسل به طور دقیق مشاهده می شود و طبق اطلاع دیاریو سپورت راهبران نوی تیم انگلیسی خواهان خریداری این دفاعگر می باشند. فیلیپ کاوتینیو هم از روی اطلاع ژورنالیست کریستیان فالک تحت نظری راهبریت زاغان قرار داشته. اینجا باشد به طور جدی میتوان گفت که نهایتا ترانسفر عملی می شود و کو دیگر با عذاب گران از دهشت حیات کاتالانی بیرون شده مکانی براحت را دوباره در انگلیا مالک می شود. نیوکاسل میلیاردر دیگر با چنین نیت‌های خریداری کنی سر نشده با یک چشم گرسنگی دعوت کنی حمایتگر باواریا نیکلاس زوله را در دل می پرورد. نفری را که بنابر به توافق نرسیدن سر شرطنامه نو با باواریا فوتبال بازی آزاد می شود. سعید نوبتی ترانسفری شکارچون نیوکاسل یونایتد در بازار پاییدن‌ها از حیات ناخوش کننده تیم ورنر می باشد و این آلمانی 25 ساله هم به فکرم زید نیست که پول‌های هرچی بیشتر را به دست دارد. هرچند اگر نیوکاسل یونایتد کلی بازیگران اساسی را بخرد، پس در دیگر دسته‌ها کی بازی میکند و یا که به قول ژورنالیستان روسی بن سلمان سوپرلیگ خود را تأسیس دادن است. دردی سری دسته‌های پیشگام سالهای اخیر همین شده است که بازیگران پیشصف از برای زیادکنی معاش جنجال‌های زیاد می‌خیزانند و برای دسته‌های خریدار باشد چون این وضع برای به دست آوردن بازیگران مهم نهایت قلای است. این زمان در چنین حالت خوب اینتر و امیو قرار داشته ناپولی باشد با دل نافارم از اینسینیه محروم می شود. سبب البته آن است که شرطنامه لارنسو اینسینیه با ناپولیتانی‌ها تا انجام همین موسم است و جانب‌ها در مورد تمدیدکنی قرارداد به توافق رسیدن نمی‌توانند. چگونه که فوتبال ایتالیا با اقتباس از معلومات‌های لاگازتا دلو سپورت می‌نویسد
باشگاه شرطنامه با معاش 4.6 میلیون در یک سال پیشنهاد میکند، اما لارنسو اینسینیا 7 میلیون یورو را با وجود علاوه پولها گرفتنی است. از در همین راستا نسبت ایتالیایی 30 ساله اینتر و منچستر یونایتد اشتیاقمند بوده اگر شرطنامه اینا با ناپولی بسته نشود، در این صورت مخلص شدی مارادونا میتواند به یکی از این باشگاه‌های نام برده گذر کند. یکی از نامدارترین بازیگران جوان معاصر در ردیف کیلیان امباپه ارلینگ هالند میباشد که نقشه اساسی ترانسفری من سیتی در تابستان بوده. باشگاه منچستری که همچنین از عربیان است با ریالا در ماه ینور به گفت و شنیدها میپردازد. من سیتی با همین خواستار دعوت ارلینگ هالند در آخر موسم است. نروژی مقصد اولیه ترانسفری شهری ها در این تیم بوده. پدر او آلف اینگ هالند در صف سیتی میدانداری مینمود. پیشتر باشد خبر داده میشد در شرطنامه هالند با بروسیا مبلغ پیشکی در حجم 75 میلیون یورو نوشته شدند، اما از روی دیگر معلومات ها حجم مبلغ خریداری بعدی در شرطنامه نیست. اما رهبریت بروسیا دورتموندی او را باور کنانیده است که وقتی گزارشش در تابستان سال 22 راضی می شود، اگر البته از جانب یگانی از باشگاه ها شرطنامه دسترس شود. من سیتی باشد تابستان قبلی میخواست حمله‌ور تاتنهام هری کین را خریداری نماید، اما گزارش عملی نشد و از برای همین از ماه ینور تلاش‌ها برای به دست آوردن ارلینگ هالند را شروع می‌کند. در این برابر رسانه‌ها می‌نویسند که باواریا برای به دست آوردن این بازیگر 21 ساله منتخب نروژ کوشش‌ها در پیش می‌گذارد و در خصوص این خودی نشریه معروف آلمانی بیلد نوشته است. از روی معلومات پیشکی جبران پول‌های تنها خود اگنت هالند مینو ریالا 30 میلیون را تشکیل داده. همچنین ریالا خواستار دسترسی مبلغ‌های معین برای پدر هالند میباشد. خود ارلینگ باشد در تیم نو می‌خواهد که نه کمتر از 30 میلیون یورو سالانه کار کند. همین را علاوه کردنی هم که کدام دسته‌ای که هالند را خریداری می‌کند در 2 سال اول تنها مشغول سپردن جبران پول‌ها به نفرانی نزدیک هالند خواهد بود و اگر یکی شود و هالند بازی ناجا نشان دادن بگیرد، دسته خریدار به تمام مثل بارسلونا مفلس و یا به قول بانکرات خواهد شد که آن هم شدیدتر از لاکداون کرونا ویروس خواهد بود. موضوع دیگری بحث برانگیز ترانسفری هم اطراف مزاج دیگری ریالا گرد میخورد و سخن سری پول پاگبا می رود. فوتبال بازی 28 ساله 2 سال باز دل نمیابد که در کجا مسکن بگیرد و تا حال با دل نافارم و آرایش فارمی موی در منچستر حیات به سر میبرد. این نوبت باشد پاگبا میتواند انیق به ریال رود اگر که گزارش امباپه به دسته پایتخت اسپانیا را یگان صد نمانده باشد. چطور ایس خبر میدهد در مسیر چند هفته باز مادریدیا خواهان فهمیدن نیت‌های آینده فوتبال باز فرانسوی بوده. نفری نزدیک به پول پاگبا بران است که بازیگر میخواهد در دسته از پایتخت اسپانیا هنرنمایی کند. با وجود این اگر تیم‌های دیگری دارای واسطه‌های جدی مالیوی در میان درآیند، ریال از قطار بیرون میشود. عین حال پاگبا 15 میلیون یورو تازه در یک سال کار میکند و چون این مبلغ را ریال هم برای پاگبا نیت پرداختن راضی است. قید کرده می شود که کوشش‌های ریال در امضاکنی پاگبا در سال 2019 بیشتر از همه از برای مناسبت بعد با ریال عملی نشده بود، اما در حالی که نیدرلندی ایتالیایی تبار همچنین منفیت‌های ارلینگ هالند را هم حمایت می‌کند، در این صورت باشگاه شاهانه خوش معامله خواهد شد. گفته می شود که در قرار پاگبا همچنین میتواند امضاکنی شرطنامه احتمالی با کیلیان امباپه تاثیرگذار باشد و اگر امباپه به ریال رود اینجا ممکن پول هم سمت حرکتش را تغییر دهد. پس در این صورت ما در خط پیش ریال مادرید سگانه پرقدرت سرنگه های فرانسوی را خواهیم دید، چیزی که سالهای اخیر در فوتبال علوی چشم همه را گرفته است. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. همیشه تنصیحات بمانید.